که در این آیه مبارکه امام زمان و یاران اون حضرت به عنوان آنهایی که ایمان آورده‌اند و آنهایی که اعمال صالح انجام می‌دهند و خداوند حکومت روی زمین را در اختیار اینها قرار می‌دهد معرفی شده است. پس بنابر این تحقق این انقلاب عظیم و تحقق این حکومت جهانی بدون یک ایمان مستحکم که بتواند هر گونه ضعف و ناتوانی را دور سازد و از بین ببرد و بدون اعمال صالحی که بتواند راه را برای اصلاح جامعه بگشاید امکان پذیر نیست. پس کسانی که در انتظار یک چنین برنامه‌ای هست، در انتظار یک چنین انقلابی هست، در انتظار یک چنین حکومت جهانی هست، باید هم ایمان خود را تقویت کند و ایمان خود را بالا ببرد، اصلاح کردارش کوشش کند و تلاش کند. تنها چنین کسانی هستند که می تواند برای خود نوید همگامی، نوید همکاری و نوید همیاری در حکومت امام زمان به خود بدهد. نه آن کسانی که با ظلم و ستم همکاری دارد و نه آن کسانی که هیچ ایمان و اعمال صالحی در زندگانیشان نیست و با ایمان و اعمال صالح به کلی بیگانه هست، و نه آن افراد ضعیف الایمان و ترسویی که در برابر مفاسد محیطشان بی تفاوت هست و اندکترین تلاش در راه مبارزه با فساد نمی کنند. در روایات متعددی نقل شده است که انتظار حکومت قائم آل محمد از افضل ترین عبادات است. چنانچه روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بالاترین و با فضیلت‌ترین اعمال امت من انتظار فرج و گشایش است. چگونه می شود که انتظار بالاتر از عبادات دیگر باشد، بالاتر از اعمال دیگر باشد؟ انتظار دو جنبه دارد، یک جنبه منفی و یک هم جنبه مثبت. جنبه منفی انتظار یعنی ترک هر گونه همکاری و همیاری با عوامل ظلم و فساد و حتی درگیری با عوامل آنها، و جنبه مثبتش هم آمادگی و آگاهی روحی و جسمی برای پیاده کردن این انقلاب عظیم و این حکومت جهانی. انتظار یعنی آماده شدن کامل. کسی که منتظر امام زمان هست با خودش میگوید اگر من ظالم و ستمگر هستم چگونه میتوانم منتظر کسی باشم که طعمه شمشیرش خون ستمگران است؟ اگر من آلوده و ناپاکم چگونه میتوانم منتظر انقلاب باشم که شعله اولش دامان آلودگان و دامان ناپاکان را میگیرد؟ اگر من فاسد و نادرستم چگونه میتوانم منتظر حکومت باشم که افراد فاسد و افراد نادرست در آن حکومت هیچ جایگاهی ندارد و حتی مطرود و منفور است؟ همیشه انتظار متناسب با همان هدف است که ما در انتظار آن هستیم. گاه انسان منتظر یک مهمان است، یک مسافر است، و گاه هم انسان منتظر چیدن مثلا میوه هست و یا هم منتظر درو نمودن یک محصول است. برای همه اینها یک نوع آمادگی لازمه که انسان باید آمادگی داشته باشه. اگر منتظر یک مهمان است، منتظر یک مسافر است،
باید خانه خود را مرتب کنه، خانه خود را تمیز کنه، خانه خود را نظیف کنه. اگر منتظر ضرب یک محصول است باید ابزار و وسایلش را آماده کنه. اما اونهایی که در انتظار قیام مصلح بزرگ جهان است، آنهایی که در انتظار انقلاب و دیگرگونی و تحول است که هم عمومی هست و هم همگانی و تمام جوانب زندگی انسان را شامل می شود، چنین تحولی و چنین انقلابی و چنین دیگرگونی در مرحله اول و در وهله اول قبل از هر چیز نیاز به آمادگی، نیاز به آگاهی فکری، روحی، جسمی، مادی و معنوی برای پیاده کردن چنین انقلاب و برای پیاده کردن و شکل گرفتن چنین حکومت جهانی است. برادران، ما امروز منتظر کسی هستیم که وقت ظهور می کند زمین را پر از عد و داد می کند، بعد از آن که پر از ظلم و جور و جفا شده است. آیا می شود کسی منتظر عدالت باشد در حالی که خودش ظالم است؟ آیا می شود کسی منتظر امام زمان باشد در حالی که خودش دروغ می گوید، ظلم می کند، تهمت می کند، حق الناس را رعایت نمی کند؟ خیر، کسی که منتظر امام زمان است، یک منتظر واقعی، نه دروغ می گوید، نه تهمت می زند، نه حق الناس را پایمال می کند، بلکه در حد خودش و در حد توانش، در محل کارش، در خانه‌اش و در جامعه تا حد توان طرف حق را رعایت می کند. برادران، بیاییم این انتظار را از یک شعار به یک سبک زندگی تبدیل کنیم. ما دروغ نمی گوییم چون امام ما صادق است، ما ظلم نمی کنیم چون امام ما عادل است، ما ناامید نمی شویم چون امام ما مظهر امید است، ما در برابر مفاسد و در برابر ظلم بی تفاوت نیستیم چون امام ما برای نجات بشر قیام می کند. پس انتظار آنگونه که در ذهن ما در مرحله اول خطور می کند به معنی نشستن و دست بالای دست گذاشتن نیست. انتظار، کسی که انتظار امام زمان را می کشد یک اخلاق مهدوی باید داشته باشد. هرچه ما اخلاق ما مهدوی تر شود، ما انتظار ما واقعی تر می شود. هرچه صداقت و مهربانی و عفت و تقوای ما بیشتر شود، داریم کم کم به امام زمان ما نزدیک میشیم. پس انتظار نشستن و دست بالای دست گذاشتن نیست، بلکه انتظار اصلاح تمام روی زمین و پایان دادن به ظلم و فساد است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.